بعضی از اشکال سه‌بعدی رو میتونید توسط کرو های پریمیتیو و در واقع ابزاری که سرفیس نرف ها به ما میدن ایجاد بکنید. از جمله اینکه من الان میخوام یکی از اون ابزار رو به شما نمایش بدم. بعد از اینکه من این کرو رو کشیدم، من میتونم در قسمت مشخصاتش تعداد سکشن های اون رو تعیین کنم. به طور مثال من اینجا 16 رو انتخاب کردم. بعد از اینکه من روی نقاط اون یا ورتکس های اون دسترسی داشته باشم، میخوام اونها رو یکی در میون انتخاب بکنم و از اون یک ستاره، تقریبا ستاره مانند ایجاد بکنم. الان با گرفتن اسکیل من میتونم به راحتی این نقاط رو به سمت داخل بیارم. تصور کنید الان میتونیم چیزی مانند یک دسته پیشگوشتی ایجاد بکنیم. چجوری؟ در واقع این سطح مقطع دید ما هست به صورت عمودی به اون. پس ما حداقل چند تا سطح مقطع این شکلی خواهیم داشت. برای این کار من دوباره همین کروم رو انتخاب میکنم و از اون یک داپلیکیت میگیرم با کنترل دی و انتقالش میدم به قسمت بالاتر خودش. دوباره این کار رو انجام میدم. خب من میتونم این قسمت رو کوچکتر بکنم به عنوان قسمت انتهایی پیشگوشتی و کمی نزدیکترش بکنم به انتهای پیشگوشتی و بعدش حتی میتونم نقاطش رو دوباره ادیت بکنم و به صورت گرد در بیارم. برای این کار من میرم توی قسمت تاپ و این نقاط رو دوباره ادیت میکنم تا شما ببینید. نقاط رو که در میون که انتخاب کردم، فقط گزینه اسکیل رو انتخاب میکنم که بتونم اون رو بزرگ کنم و به گرد نزدیک کنم. اگر که اینجا اشتباه بکنید و نقاط رو درست انتخاب نکنید، این حالت پیش میاد به این صورت. و در آخر یک بار دیگه من از این یک کپی ایجاد میکنم برای اینکه بتونم اون رو انتقال بدم به قسمت جلویی. آبجکتم رو در واقع در حالت آبجکت قرار میدم. دوباره انتقالش میدم به سمت با کنترل دی به سمت بالا. یک بار دیگه از اون یک کپی میگیرم. در کل یک شکل به این صورت خواهد بود که من خیلی ساده به شما نمایش میدم. کرو اول رو انتخاب میکنین، به همین ترتیب کرو دوم، کرو سوم، کرو چهارم و کرو پنجم رو و از گزینه سرفیس گزینه لوفت رو انتخاب میکنید. بعضی که این گزینه رو انتخاب میکنید ما یک شکل سه‌بعدی خواهیم داشت که به این صورت خواهد بود که دقیقا میبینید که مثل قسمت انتهایی پیشگوشتی هست و یا حتی شیر و یا حتی هر چیز دیگه. و جالبتر این که شما میتونید این رو کاملا ادیتش بکنید. یکی دیگه از شگردهای این سافتور ایجاد کردن یک شکل توسط دوران هستش. برای این کار من کافیه در قسمت فرانت هم یک شکلی رو از نمای داخلی یک جسم سه‌بعدی داشته باشم، به طور مثال یک گلدون یا یک گیلاس یا یک سطل یا هر چیز دیگه ای. من حتما از داخل به سمت بیرون حرکت میکنم. پایه اون رو میکشم، هر جایی که نیاز باشه کرو ایجاد میکنم، هر جایی که نیاز باشه در واقع خط مستقیم. بعد این در واقع مقطعی هست که قراره به صورت 360 درجه دوران پیدا کنه. من الان در حالت پرسپکتیو قرار میگیرم تا بتونیم به راحتی بعد از این که این گزینه ریوالو رو انتخاب کردیم ببینیم چه اتفاقی برای این جسم ما میفته. میبینید که به راحتی یک شکل سه‌بعدی داریم با دوران بسیار عالی 360 درجه. در اینجا دقت کنید
ریوالو ما به اون نشون میده که 360 درجه حرکت داشته و 8 تا سکشن داره. ما میتونیم این سکشن ها رو بیشتر کنیم، شکل ما نرمتر به نظر خواهد رسید. ضمن اینکه اگر که آوتلاینر رو انتخاب کنید، بیزیر شما قابل ادیت هستش و اونو میتونید به راحتی ادیتش بکنید. من اگر کمی جلوتر برم، بیزیرم رو میتونم با ابزار موو و یا روتیت اولا از هم دور یا نزدیک بکنم که به این صورت شکل من ابعاد بهتری پیدا میکنه. ضمن این که من میتونم اون رو ادیتش بکنم.